بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و بخشاینده مهربان. اینک عزیزان من، در این سحری پرفیض، سحری پربرکات که میبینیم تمام اهل انشاءالله مسلمان زمین انشاءالله به سوی خانه خدا، به سوی کردن عبادت و یافتن رضای الله سبحانه و تعالی و بشارت کردن روح محمد صلی الله علیه و سلم امروز عزیزان من سعی و کوشش دارند. اینک ما هم الله سبحانه و تعالی مناسب دید، یعنی این مکان مبارک بسیار به خدای حق سبحانه و تعالی انشاءالله شکرگزار هستیم. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را انشاءالله یعنی این مکانهای مبارک خداوند الله سزاوار بگرداند. این است الحمدلله، یعنی مدینه منوره، مقام پیغمبری بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم است. عزیزان من، ما را خدا مناسب دید، بسیار به الله انشاءالله شکرگزار هستیم که دعا میشیم که پروردگارا تمام انشاءالله خدا خواهد، یعنی کسانی که انشاءالله در راه الله خدمت دارند و در راه حق هستند، الله اله آنها را و این مکان مبارک مشرف بگرداند. تمام مخلصان ما و تمام دوستان دران خواهران دادران، تمام مخلصایی که برادرانی که روی زمین مسلمان ها هستند، اله این مکان مبارک را سزاوار بگردان و سوی طاعت الهی بیار خداوندا و شاگردان عزیز را و انشاءالله خدا خواهد اونه که تمام مردم ازبکستان زمین را بگردان و طاعت و به عبادت و همه مسافرها، همه انشاءالله خدا برادرها را خداوند این مکانهای مبارک مناسب بگردان و خداوند همه را همین جاهای مبارک سالهای بسیار بسیار اله سزاوار بگردان. اله همیشه شادی خرسندی در تمام روی مسلمانان اله قرار بگردان، همیشه شاد و همیشه خرم باشین. السلام علیکم و رحمت الله.